هر کسی که با روانشناسی آخوندهای خمینی صفت آشنایی ولو کمی داشته باشه میدونه که یکی از کلماتی که باهاش مطلقاً بیگانه هستند نمیدونمه. وقتی که این عنصر، یعنی عنصر بیگانگی با کلمه نمیدونم، با بیشرمی و وقاحت آخوندی ترکیب بشه، یک پدیده‌ای به وجود میاد که از یک طرف نفرت انگیزه و در عین حال از طرف دیگه مضحک. شاید امتحان کرده باشید از آخوند جماعت هر سوالی بکنید راجع به هر موضوعی کلمه نمیدونم رو نمیشنوید، از پیچیده ترین مباحث فیزیک نجومی تا جراحی مغز و اعصاب تا جامعه شناسی مدرن فرقی براش نمیکنه. گاله دهن رو باز میکنه و همینجوری شروع میکنه به نظر دادن، بی دنده و ترمز. یکی دو نمونه جالب رو میخواستم که اگه اجازه بدیم با هم ببینیم. آخوند پلید و جنایتکار حائری اومد ژست ادیب و باسواد و اینا بگیره، شروع کرد شعرهای حافظ رو خوندن که چه عرض کنم قل و قم کردن. ملاحظه کنید. به بوی نافه‌ای کاخر سوازان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. آخونده دیگه همه چی رو بر وزن جغد تلفظ میکنه. مشکل بیسوادیش که جعد رو جعد میخونه فرعیه. مشکل اصلی اعتماد به نفس این جان داره که تو تلویزیون جلو چش همه همینجوری میزنه و میخونه و میره جلو که چه عرض کنم بایستی گفت عقب و ارتجاع. مدل بامزه ترش حجت الاسلام تنسی تاکسیدوست. این کلمه، این اسم تنسی تاکسیدو رو از خودم نمیگم، خودش تو مصاحبهش پوز میداد که یکی از هنرهاش اینه که میتونه صدای تنسی تاکسیدو رو تقلید بکنه. حالا ایشون نظرات روانشناسانه و جامعه شناسانه میدن. این برج‌های بلندی که میسازن، از کجا این برج باید اون مقاومت رو داشته باشه تا 100 طبقه 50 طبقه رو تحمل کنه؟ غیر از اون زیربنا و فونداسیون هست. بچه‌ها فونداسیون جامعه ما هستن. منظورش از فونداسیون فرانسوی یا فاندیشن انگلیسی هست، به معنی زیرساخت یا زیرسازی و زیربنا. البته پیشکسوت همه این قمپوز در کردنهای بی محتوا خود سیدعلی روزخون ولی فقیه رژیمه که یه بار اگه خاطرتون باشه اومد اظهار لحیه بکنه در مورد موسیقی در محافل روشنفکری ایران. یه شور امیروفی شنیده بود، اثر فکرت امیروف، آهنگساز آذربایجان شوروی سابق. یه آشور علیوفی رو هم تو اخبار ورزشی شنیده بود که قهرمان کشتی فرهنگی بود، یه بار اومده بود ایران. این دوتا رو با هم قاطی کرد و خلاصه یه کلمه ابداع کرد تحت عنوان شور علیوف. گفتش که قطعاتی مثل شور علیوف اون زمان خیلی تاثیرگذار بودن. به نظر میرسه که بیشتر شور سیدعلیوف بود که از حد گذشت و این چنین آبروریزی رو بار آورد.